این نوشتجات از آن خبر می‌دهد که در دهه درغ نوحه عینی فیلم با نام مربی روی نوار آمده ایستاده است. خرد و بزرگ دهه بیشتر از 20 روز می شود که با زحمت سینماگران آشنایی پیدا نموده در صحنه‌های عمومی نقش می‌آفرند. در صحنه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 دهه درغ باید یکی از صحنه‌های کلیدی فیلم مربی به نوار گرفته می‌شد. یکی از صحنه‌های اساسی فیلم نستعلیق یعنی مربی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 دهه درغ به نوار گرفته می شود و طوری که مشاهده می گردد اهل گروه ایجادی سرخ سینما همراه خوانندگان و آموزگاران این مؤسسه برای به نوار گرفتن این صحنه آمادگی کامل می بینند و طوری که مشاهده می گردد در پشت ما اهل گروه ایجادی سرخ سینما خوانندگان و آموزگاران را برای به نوار گرفتن این صحنه آماده می کنند و باید گفت که با تشبوس مؤسسه دولتی سرخ سینما در دهه درغ نوحه عینی فیلم نستعلیق روی نوار آورده می شود. فیلم نوی مؤسسه دولتی سرخ سینما به نام کامل یورماتوف در اساس حادثه واقعی از روزگار و پیروهای تعیین نموده سید مراد دولتوف، صاحبکار موفق، بیزنس ترنر بین الخلقی، پرزیدنت مرکز بین المللی رشد انسان سما قصه میکند. کارگردان و تهیه‌گر فیلم مربی محیدین مظفر میگوید که این اولین لایحه بین المللی است که اهل ایجاد سرخ سینما آن را عملی نموده میخواهند توسط این فیلم سیمای ملت تاجیک را باز هم معرفی نمایند. لایحه هست که در 5 دولت دنیا ثبت می شود. این تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا و همچنین در این 5 کشور هنرمندان این 5 کشور یعنی روس‌ها، قرقیزها، قزاق‌ها، آمریکایی‌ها، تاجیکان اشتراک میکنند. یعنی سرحدی میدان نوار علاقه جغرافیاش در این 5 کشور است و نیت هست که در این 5 کشور و همچنین در ازبکستان نخست نمایش این فیلم ها برگزار می‌گردد و در تالارهای تمام شبکه‌های تالارهای سینمایی این آسیای میانه عین حال نقشه همین است که نشان داده شد. اما امید میکنم که وقتی که فیلم خوب ساخته می شود بازم به دیگر دولت ها راه می‌یابد و تلاش ما کوشش ما همین است که این فیلم یک قدم استوارانه گروه ایجادی سرخ سینما و سینماگران تاجیک باشد، معرفی‌گر سینمای ملی در عرصه بین‌المللی. اکثر صحنه‌های فیلم نوی مؤسسه دولتی سرخ سینما در دهه درغ به نوار گرفته می شود. در نقش‌ها هنرمندان سرشناسی تاجیک خودی اهالی دهه درغ با مهارت بلند هنرنمایی نموده ایستادند. مردم دهه درغ بر آن باورند که این فیلم در سمت معرفی چهره‌های این مکان، منظره‌های دلفریب و در عموم سیمای ملت تاجیک را در عرصه جهانی معرفی می‌کند. من در همین فیلم رول آموزگار را بازیدم. من آموزگار خوب همین سیمرو دولت شاگرد من همین آدم تربیت کردگی نقش آفریدن بسیار دشوار بوده است. من برای آنکه مثلا یکون 6 دقیقه یا 2 دقیقه باشد مثلا 40 مرتبه میگردیم بعد مقصد اساسی به میرسیم. خب گفتی همین رژیسور بیرون به گپ زدن آسون نیست که وقتی که وای با کینو به گپ زدیم شدیم زنگ که یک محدودیت باشد گفته وای با کردیم خیلی از داش برآمدیم نبرآمدیم این با وقتشون می‌دیم. دوام دو روزه که در پهلوی هیئت ایجادی مؤسسه دولتی سرخ سینما قرار داشتیم درک نمودیم که فیلمسازی کاری سنگین است. نوبسته از آن که شب است نیمه شب است بی تنفس اهل ایجاد در پی نوارگیری بودند. در این سفر امکان پیدا شد که با اهل ایجادی سرخ سینما، هنرمندان سرشناسی تاجیک و مردم میهمان نوازی دهه درغ هم صحبت کردیم. نشست مطبوعاتی در فضای گشاد صورت گرفت. هنرمندان اهل ایجاد مؤسسه دولتی سرخ سینما درباره فیلم مربی و مقصد و مرام این فیلم مفصل اندیشه‌هایشان را بیان نمودند. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد سینمای ملی شرایط فراهم آورده است و فیلمسازان از این امکانات موجوده ثمرناک استفاده می‌کنند. من چندین فیلم‌های تهیه‌گری جوان دیدم و با خلاصه اومدم که این بچه بسیار خودش رو به همین فیلم آفرید داده است. هنگام نقش آفری نوارگیری همه این چیز بر اعلی احساس می شود. توسط این فیلم ما با یک ناحیه دوردست عینی یکی از دهه‌های دوردست نامداری درغ آمدیم. این هم یک از این هم شکرانه میکنم و اینجا چیزی که فرق کننده است خیلی که شما گفتید
من در اینجا یک گروهی بسیار مستحکم ایجادی رو دیدم. من در اینجا نقش عزیز مراد بازی میکنم، یعنی اکای سید مراد. البته در این نقش او را تربیت میکنه. شما گپ گوش نمیکنید، قرضدار شدید، با قرضای شما چی کار کنیم؟ اکنون او را بحث مناظره میکند، تنقید میکند. لیکن سید مرادی که یک مردی با هنر است، یک مردی با دانش است، یک مردی که مقصد دارد، مرام دارد، حرکت میکند، گپ مادرش را میگیرد. مادرش میگوید که رو قرضای خود را سپارید، کار کنید. او این کارا را میکند، موفق میشود و دنیا به مشهور میشود. انتظار می‌رود که صحنه‌های دیگر فیلم نوی مؤسسه دولتی سرخ سینما در کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و فدراسیون روسیه روی نوار آورده می‌شود. گزارش صبحدین شاهبدین، اعظم شریفی، دوران برهانزاده از ناحیه عینی.